به مدیکال سنتر ایام که اکو داشت آقا این بابنده بارون هستی جوانیمون قربان؟ کرد. برو حقوق تو من بگیر. گرفتم با یهود بودم میگم آخه. پشمام ریخت نمیدونستم حقوق میگیرم 23 کی رفتم یهو گرفتم اصلا نه 23 کی پول 23 گرفتی؟ کی؟ از روزی که اومده بودم حقوق نگرفته بودم دیگه خب منم نگرفتم ولی من 16 کی دارم. کست حالتون نشون میده که واقعا. بنده بسیار فرد اکتیو و یعنی آماده به خدمتی اما چی؟ آقای آخری چی بود؟ این نشانه این بود که در موارد فورس شما میتونید از من به عنوان یونیت کیناین استفاده کنید. بله یعنی چی؟ یعنی مثلا یه موقع سیچویشن دیگه خیلی آقا های چرا ولیوه خودتو میزنی؟ ما اینجا نیاز به نمی‌فهمم. روکی نداریم، نیاز به کیناین داریم. من میافتم پشت ساسپکت آها بدو من بدو اون بدو من میگم اون حرکت میترسه پارکور میزدم پشت ساز. میفهمه دنیا زمان. دسته که کدم فکر میکنم وقتش که اد بدن براش. کد کیناین. آره خودی اسمش هم بذاریم کیناین کد. کدش چیه؟ کیناین کد. مثلا میگن کیناین دیپلوید میگه. نه دیگه مثلا 7024 کیناین کد بعد مثلا من پیاده میشم باشی میدم دنبال پاترول خوبی بود. تموم شد قربان. از خیلی کیناینه خوشمزه. ناراحت شدید ببخشید نه، میشه من واقعا ببرید سنگی استیشن بود. واسم سر میره. برید فردی تو یوتیوب ببینید. آقای زاخارو آمپول زدن بلدی؟ میشه لطفا آمپول قربان. پگام تازم بهم نزنی؟ ترکی تو اینا اگه میخوایم بلدم قربان. نه خونریزیشو بگیر. آمپول نه 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 مگه آقای یاد زاخارو بگیری. نیاز مگه نیست. نباید مرسی. آمپول داشته باشم نه نه قربان؟ نه 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 آقای آمپول. زاخارو نه الان بهت میگه من الان توضیح میدم. بیا بشین یه فرست اید کیت اینجاست. بیا اینجا بشین بازش کن ببینم ای وای. کجاست قربان به آمپول نیاز ندارم. حالا یکم دویدن دیگه یه نوروبیوم کار در میاره. خب. مرسی ولم کن تو. قربان براش یه سرم بزن. قربان دارم من نگاه دکترم کنم. مگه من چیزی که به من تو فرست اید کیتو دارم من سرم ندارم تو فرست اید کیت. خانم خب آقای زاخاروف خب در مشاهده از رو همین شلوار خب بله یه دو قسمت که شده هستن آلردی خب دو قسمت فکر کنم بوده از قبل در خدمت. آره از قبل بوده درسته. بله. خب قسمت سمت راست رو به دو قسمت تقسیم کن. 4 تا مگه نبود قربان؟ الان چهار قسمت بود وسط قربان. دیگه از دو بالا به قسمت کن. پایین. به صورت طولی یه دونه قسمت بله، عرضی هم یه قسمت بله. 4 قسمت مساوی به بله. درسته. بله خب. آمپول ورداشتی در خدمت آمپول قربان. چی؟ حالا وایسا آمپول چی؟ بله. آمپول چی؟ آمپول بگامتازونه دیگه ورداشتی. قربان مثل دارت میخواین پرت کنن. آره دقیقا همینه. خب آمپولو میخواین همون از اینجا چهار- بندازم قربان؟ نه 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 از هم اینجا مثل بهتره. دارت. ام جی هم هاش بالا، دیگه بالا هرچی به ارتفاع پایین. بالاتر گراویتی هم ام که جی هاش ببخشید. جناب خواهش کنم قربان. آیا علم بیادبی نشه ولی آمپول برعکس جواب میده. نه خب، دیگه قربان. ام که مس چیزه ام جی اون هاش گرانش یک ماه هم از که کل سواد. 998 ژ که 9.94 درست. هاش هم که هرچی ارتفاع بالاتر. خب ببر بالا ول کن تو اون 4 قسمتی که تقسیم کردی. دو قسمت تقسیم کرده بودیم قربان. 4 قسمت دو قسمت تقسیم 4 قسمت میشه دیگه. دو تا که آها خب بالا سمت راست خب. رو بزنم قربان. وسطشو بزن. خیلی چیکار کنید؟ قربان اشتباه قربان نیست. قربان خانم راخاست تو رو هدف قرآن چیه منو قربان؟ نجات بده. سمت میخواد راست بهم آمپول خب. پگامتازون داره میزنه. سمت راست رو مگه به دو خانم قسمت تقسیم محترم، نکردی؟ اسم سمت تو راست نه، رو من به 4 به دو قسمت قسمت دیگه. تقسیم کردم. ببین درست. نمیشناسم خب دقیقا ولی وسط اون دو قسمت دقیقا قبول کن. پوینت کن بزن. خانم آها. ول راخاست کن دیگه. کارایی که آیا علم میکنه اوکی. شاید این دستتو نکشته. بگیرم. نفس آفرین. عمیق فقط بکش همین. بنده چیزی پرونده نیست. قتل چیزی همه داره می‌سازم از تو الان. آهن بابا میسازه. نوروبیوم نگرانه، نیست، هیچی بتامتازونه نداره. دیگه. همه چی نه تحت بگامتازون کنترله. داری میزنی. دیگه بدتر. همه چی تحت کنترله. شما ول خب، کن. آماده ای؟ ببین سیسی. بغلت آره کن. نفس ولش کن. عمیق ببین فکر 1003 نکن. بشمر نفس فقط. عمیق بشمر. آره سیسی دیدی دختره چی کار کرد؟ نگرانه بزن، هیچی بزن. نباش. ردی بزن. قربان. میگه نگران هیچی ردی با که من که فرمایش ردی شما. هم. همه چی هیچ تحت نداره. کنترله. قربان شاید آماده کارهای دیگه. با علم پروتکل نکشه تیزن. ولی دارت قوی‌ترش دارت می‌کنه. دارت میخوای فرار کنی؟ آمپول 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 یونیت ریکوست پیکاپ داشتم دیدی؟ یعنی دیدی موتل گفتم کارهای علم قوی ترت میکنه. شاید نکشته. الان منو شو. میبینی من زیر آقای فشار علم من میخوام ریزاین بدم. چرا؟ در خروج روبروتون. یه فقط قهر داری میری نکن درم الان. ببم سوز میاد.
الان داره تبعیض یه قائل دقیقه میشه. صبر کن. مثل چیزهایی که ایشون الان یه بلده کاری خدا هستش که شاهده، آقایون من و خانم میتونن لوئیس انجام بدن ولی بخوایم خانوما یاد نمیتونن گرفتیم. انجام سر بدن. پا شاشیدن سریعتر بگو. نه چی؟ رانندگی. ساکت. من میترسم حرف بزنم فایرشم قربان من پام گرفته نه. ها. حرف یا نزدن خدا. چی؟ ساکت. نه شما بگم. یه دقیقه وایس صبر کن. چیف بگو اینو با دیگم کنم الان 30 ثانیه شما بیشتر مثل که همون حرف خانوما بدتر نزدنه اینا دیگه. دقیقا ای همون حرف بابا. نزدنه که شما هی پشت هم زر میزنید. کارو میگم. خدا رو قرار شکر بود. بالاخره ثابت شد. این دوتا خیلی خاله زنکن. چیف من ساکت موندم. منم که فقط دارم میخندم. دوتا اواخواه رو ترکشش بردیم تو اینجا. بریدم مال شما رو. میخندی چرا خوشت اومده؟ آقای زاخارov اصلا. تشریف ببرین اتاق لاکر یه اینسپکشن انجام بدید ببینید که بریدن یا خیر. نه آقا به خدا بالا من کار میکنه سر جشه. الان متوجه میشه. آقای زاخارov برو بیا نتیجه رو اعلام کن. بررسی نه و آقا مداقل جان، نهایی رو عملی آقا و اصلا من نتیجه ببین، واقعی رو به به خدمت غریبه مردم. آشنا نیست. بچه‌م یکم خجالتیه. اصلا فقط میخوای بریدن یا نه آقای زاخارov؟ سایزش مهم نیست. مثل زنگوله یه دونه میزنیم زیرش ببینیم چیکار یعنی میکنه. چی غریبه بچه‌م یکم خجالتیه. آره هیست. اونم سر موقعیت. خب، ببین روکی جان بیا اینجا. ببین روکی جان شما من چرا و به این خودتون آقا شک دارید؟ چرا انقدر مقاومت میکنید؟ آفیسر افتیو جدیدیم. ببین بله الان ما که قرار نیست اینجا بکنیم. خب درست شما میری ببین یه درست. کار باید بکنیم نه سیخ بسوزه نه کباب. درست خب میگی کشیدن پایین سلامت کامل داشت. اینجوری که دارید نه. میگید به نظر سلامت کامل نداری که دارید میگید من باید دروغ بگم اونجا. الان یعنی میخوای من جلوت بکشم پایین؟ آره دیگه. خب بیا بگیرش. بیا بگیرش این چی؟ آقا من نمیخوای. آره داداشم پس شما سالمه. سر پا میششید دیگه. آره 100%. سر خدا پا شاهد یه میشی جوری اصلا. سرپا میشاشم. اصلا ببین تانگوی 28 مسیر سرپا شاشیدن. آخری آرموریه، 5 ثانیه ما آرموریه. کاموای ما قرآن خودشون اومدن من آرموریه. کجا باید میرفتیم مگه؟ آرمانی این وره کو. کجا برم؟ اینجا محل عبرته. ای وای چی شد؟ قرآن من قرآن اونا خاک تو سرتون کنم. فقط می‌خواستی من امتحان کنی آره؟ نه چی با این صحنه چقدر تکراریه. بذار بک... آها حالا. ای وای یه سیفون. ای وای نه. یه بار کالیه میکنم من کار تموم نبود. نه وای چی منو که دیگه برو تو اینجا که سرپاییه. نه چی آماده ای؟ کاری نکردم که چی؟ واقعا آدم کاری نکردم اصلا. چیف من به هر حال آماده بودم. من مثلا نشنم. قاعدتا شما تو جایی که گان تحویل میدن که شلوارتون رو نباید در بیارید که. یا برو اصلا چرا باید شروالمون رو در بیاریم؟ سمت چهارچی سیگار مواد مشروبات الکلی و درسید همشون بد و مضرن. بس و خرابم دیگه بسه موهاتو شراب کردی